الان میخوام برات انواع خودشیفته ها رو بگم تو این ویدیو. خیلی خوبه که دقت کنی و تو زندگیت پیداشون کنی. میدونی که ارتباط گرفتن با آدمای خودشیفته حال آدمو بد میکنه، پس خوبه که بشناسیشون. ولی قبل از اینکه بخوام برات بگم حتما ما رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن، به خاطر اینکه توی ویدیوها میخوام کامل برات این دسته از افراد رو ویژگی هاشون رو باز کنم و راهکارهای خوبی بهت بدم که چجوری بتونی کنار این آدم ها آرامش خودت رو حفظ بکنی و اجازه ندی که اونها تو رو بازیچه دست خودشون بکنن. خب انواع خودشیفته ها رو اگه بخوام برات بگم، یکی از انواع این افراد اگر که ویژگی هاشو بخوام برات بگم، خودشیفته ای هستش که بسیار لوس و نازپرورده است. این خودشیفته لوس و نازپرورده تو خانواده ای بزرگ شده که از بچگی تمام خواسته هاش برآورده شده، یه جورایی تو پر قو بزرگ شده. خب احساسش این هستش که نسبت به بقیه برتری داره، پس نمیتونه دیگران رو درک بکنه، نمیتونه غم دیگران رو درک بکنه و باهاشون همدلی بکنه. همیشه یه خود برتربینی در وجودش هست که دوست داره با هر کسی ارتباط میگیره ارزش اون رو بدونه و بهش خیلی بها بده. این دسته از خودشیفته ها وقتی باهاشون ارتباط میگیری احساس میکنی که همیشه خودشون رو یه لول بالاتر از بقیه میبینن و سخته براشون که بتونن هم لول های خودشون رو تصور بکنن و پایین تر از خودشون رو درک بکنن. یه مدل دیگه خودشیفته داریم که بهش میگیم خودشیفته عاشق میشه. این خودشیفته عاشق به این شکله که دوست داره اغواگری بکنه، یعنی دوست داره دیگران رو طعمه اغواگری خودش قرار بده، به گونه‌ای که احساس میکنه خیلی ویژه است، خیلی خوش‌تیپه، خیلی در گرفتن رابطه جنسی شرکای جنسی متعددی داره و احساس میکنه همه برای رابطه گرفتن با اون توی صف هستن و تلاش میکنه که با این اغواگری دیگران رو تحت سلطه خودش قرار بده. یه مدل دیگه از خودشیفته هامون هستن که خودشیفته نخبه هستن. این خودشیفته ها در تصور خودشون فکر میکنن که خیلی عالی‌ان، فکر میکنن همه چیز دانن، فکر میکنن از همه مسائل سر در میارن به بهترین نحو و همیشه سعی میکنن برای به دست آوردن قدرت و مرتبه اجتماعی تلاش بکنن. این آدم ها برای رسیدن به اون اهدافی که دارن، یعنی برای رسیدن به اون مرتبه اجتماعی بالایی که مد نظر خودشون هست، حاضر هستن همه افراد کنار خودشون رو حتی زیر پا له بکنن و برای رسیدن به اون مرتبه از هیچ اقدامی دریغ نمیکنن. مسلماً اولش خیلی جذابن و توی رابطه ادعای دوستی دارن، ولی بعد از دوستان خودشون هم برای پله های موفقیت خودشون استفاده میکنن. این نوع از خودشیفته ها معمولاً در جاها و لول های بالا با افراد موفق جامعه ارتباط میگیرن تا بتونن خودشون رو ثابت بکنن. یه نوع دیگه خودشیفته داریم که زیربنای خودشیفتگیش به خاطر اون زندگی که داشته، یعنی تحقیرها، شکستها و ناملایماتی که در زندگی خودش داشته باعث شده که الان در دنیای خیال بره و در دنیای خیالی خودش رو در یک سطح خیلی خیلی بالا ببینه و در نقابی که برای خودش زده زندگی بکنه و ناملایمات درونی خودش رو بتونه پوشش بده. این خودشیفته معمولاً دروغ‌های زیادی میگه، معمولاً خودش رو خیلی بیشتر از اونی که هست به دیگران خوب، با ارزش و قوی نشون میده. این هم یه مدل از خودشیفته ها هستن. یه مدل دیگه هم داریم، یه مدل خودشیفته داریم بهش میگیم خودشیفته همه چیز دار. میدونی این خودشیفته چی کار میکنه؟ این خودشیفته سواد آنچنانی نداره، سوادش معمولیه، ولی معمولا تو هر زمینه‌ای به دنبال کسب اطلاع میگرده، به این دلیل که بتونه به اطرافیان بگه که من میخوام با اطلاعاتم شما را راهنمایی بکنم و راه درست رو تو تمام زمینه‌ها من به شما نشون بدم.
این مدل خودشیفته به گونه‌ای فکر میکنه همه چیز دانه و میتونه زندگی همه رو نجات بده. هر جایی هست حتما باید اظهار نظر بکنه، تو هر موضوعی میخواد که صحبت بکنه. باید در نظر داشته باشی در ارتباط با اینجور آدم ها تو دامشون نیفتی و فکر نکنی که آنچه داره میگه حقیقت محضه. خیلی وقتا فقط هدف پشتش اینه که اطلاعات خودش رو به گونه‌ای ارائه بده که فرد شنونده فکر کنه غیر از صحبت این هیچ چیزی حقیقت نداره. این هم یه مدل دیگه خودشیفته هستن. و اما یک مدل دیگه که خیلی باهاش ارتباط داره، اونم مدلی هستش که توی افرادی که شغلهایی مثل وکالت، مثل پزشک، مثل استاد دانشگاه، مثل موسیقیدان هستن، توی این شغل ها جا دارن. اینا افرادی هستند که احساس میکنن که در یک بخشی از جامعه قرار دارن که با بقیه متفاوته، اطلاعاتشون متفاوته، همیشه از منظر قدرت نگاه میکنن به همه چیز و افراد دیگر رو خیلی لو لول میبینن. اینا به واسطه شغلی که دارن احساس میکنن جایگاهشون ویژه است، پس خودشون رو خیلی با آدم‌های معمول جامعه در ارتباط نمیبینن یا انتظار دارن که همه افرادی که با اونا ارتباط دارن اونها رو در یه جایگاه ویژه ببینن و بهشون احترام ویژه‌ای بذارن. این هم یه نوع دیگه از افراد خودشیفته است. توی ویدیوهای بعدی من میخوام بهت یاد بدم که چجوری اگر هر کدوم از این دسته افراد خودشیفته در کنارت هستن و یا اگر که قرار سر راهت قرار بگیرن، چجوری اونا رو بشناسی، چجوری باهاشون رابطه برقرار کنی که روانت آسوده باشه و آسیب کمتری ببینی. ما رو حتما دنبال کن و کانال ما رو سابسکرایب بکن تا بتونم این راهکارها رو برات ارائه بدم. مرسی که با ما هستی.